سلام، متاسفانه موضوع برنامه امروز غم انگیز است و آن هم خاطره ها درباره قربانعلی عبداللهیف آوازخوان شناخته تاجیک که روز 11 انور در سن 57 سالگی درگذشت. این پاره از یک ترانه قربانعلی عبداللهیف است که شاید در یوتیوب شنیدید و شما را هم به زمان کودکیتان برده است. بسیاری از کاربران با اشاره به این ترانه و صدای قربانعلی عبداللهیف گفتند که از خبر مرگ او غمگین شدند. تعدادی هم از بی‌عدالتی‌های زمانه و مقامات رسمی نسبت به آوازخوان گفتند. کاربری با نام انسان از استعداد و خصلت‌های آوازخوان یادآور شده و در وبسایت رادیو آزادی چنین گفته است: در حقیقت انسان جنتی و خاکسار و پاک وجدان بود. در این زمانه چنین شخصیت‌های صاحب استعداد کمند و صدافسوس در صنعت حاضره حسودی جای دارد. قربانعلی عبداللهیف یکی از صنعتکاران کمشماری مردمی وحدت و تمام تاجیکستان بود. قربانعلی عبداللهیف را که به کووید 19 گرفتار شده بود روز 12 انور در زادگاهش در شهر وحدت به خاک سپردند. کاربر دیگری با نام روینشکر با اشاره به زود بازنشسته شدن قربانعلی عبداللهیف گفته است مقامات در زندگیش قدر او را ندانستند و نسبت به آوازخوان بی احترامی کردند. این کاربر در وبسایت ما چنین شرح گذاشته است: بی‌حرمتی و ناعدالتی نسبت به این آوازخوان او را زود از بین تاجیکان برد. ایشان را زود مقامات به نفقه فرستادند تا صدای خوبش را مردم نشنوند. و این مقامات صدای خروس مانند معقول است، نه صدای پاکیزه و گیرا. محسن جان ایوب زاده در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک هم با عین مضمون شرح گذاشته و گفته است ظاهراً به سبب قدر نکردن کارش از طرف مقامات خودش از صحنه رفت. شرح محسن جان ایوب زاده چنین است: جایش جنت الفردوس باشد. انسان خاکساری بود و گمانم صحنه را ترک کرده بود و میخواست از ناحرمتی ها بگریزد. در صفحه رادیو آزادی در اینستاگرام هم بیشتر از 600 نفر در حق آوازخوان دعا کرده و گفتند یادش در دل مردم خواهد ماند. از جمله کاربر با نام مهراب چنین نوشته است: خدا رحمتش کند. متاسفانه چراغ فروزان باز در صحنه تاجیک خاموش گشت، اما روشنی آن در دل هوادارانش باقی خواهد ماند. بسیاری ها همان ترانه قشلاقه که من بوی چپاتی دارد را یادآور شدند که در واقع ترانه بازار صابر شاعر محبوب در تاجیکستان است. از جمله سریناز سعداللهیف که در صفحه رادیو آزادی در اینستاگرام نوشته است آوازخوان بهترین بودند. جمال الدین جلالوف گفته است که با سرودهای قربانعلی عبداللهیف بزرگ شده و مخلص اشدی او بود. مظفر محمدی کاربر دیگری فیسبوک گفته است اگرچه مرگ قربانعلی عبداللهیف را برد، اما یاد او را از خاطره های مردم و مخلصانش پاک کرده نمیتواند. شرح او را همراه میخوانیم. به شک قربانعلی عبداللهیف از زمره آن هنرمندان است که آوازش هیچ وقت از یاد مردم ستوده نخواهد گشت. آواز و سبک اجرایش ناتکرار خواهد ماند. شما هم اگر خاطره دارید و یا میخواهید بر رادیو آزادی بگویید در ویدیو ثبت کنید و از طریق وایبر و واتساپ و تلگرام و ایمو با تلفنی که میبینید بفرستید. در وبسایت رادیو آزادی هم عین کارو کرده میتوانید. آزادی آنلاین به پایان رسید. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.